بهبودی برای جمعیت و برای خوب کردن اخلاق جوانها گذشتگان مادر رحمت و مغفرت کنه و آمین. خداوند هر جو باشی صحت و سلامت نگهبان. سلامت باشی حضرت، سلامت باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. این دهنشیرینی حاجی قبول دهنشیرینی گیرتون یک تومن مدام سلامت کرده. خوب بین کاری بی برادرای عزیز، کلانترهای خیلی خیلی گرامی، ما گفتستم که با این حیاتی ما بود نمیشه. ما در پیش یک جایی داریم، حتی حدیث پیامبر داریم، میگه این دنیا حلوتون خزیرتون. همین دنیا را پیامبر میگه میدونین چی خیلی هم شیرینه هم دلکشه. همین دنیا ببین چقدر شیرینه. و این الله مستخلفوکم فیها. یکی شما بدونین این مردم که در همین دنیایی که هم شیرین هم دلکشه، شما به حیث انسان‌هایی هستین که باید امتحان بسپارید. امتحان شما را الله میگیره. شما امتحان سپارنده این. بعد الله، بعد پیامبر چی میگه؟ فینظروا کیف تعملون. بعد میگه میدونین که خدای مهربان در عملها تو نظر میکنه. شما چی ها کردی؟ ولی اگر حاجی میرزا دنیا گذره، حاجی بابا، عزیزای خدا میگن که مردم چی میگه؟ قال الناس، میگه ما خلفه، یعنی میگه مردم میویده میگه که چند ساله بود، چند فرزند مونده. ببینید یعنی کو در کجای چیکار، همین مقصد از دنیا میپرسد. لیکن میگه انا ملائکه چی؟ و قالت الملائکه. یکی وقتی که من گذاشتم ملائکه بینشون میگه چی میگه؟ ما قدمه، این برای آخرتش چی روان کرده باشه. این مقصد در خانه قبر یگان عملی روان کرده است که استقبالش بگیرن. این حاضر ما آمدیم این استقبال بین، این مرحمت بین. عیناً همین استقبال و مرحمت نزد الله مهربان برای بندهایش که در دنیا اطاعت کردن، فرمان برداریش کردن. انمونها ملائکه های داره که بالای دست میگیرن و مقصد با تمامی همون هر چیزی که از عزت باشه شما را انجام میتن، با نسبت شما میکنن. برای این چیزها را ما باید در یاد فراموشی قرار ندیم. از بندگی ما این دنیا بسیار عمرش کمه. اینم شما راضی هر کدام تا پرسن چی دیدی همین دنیا؟ هیچی میگویی هیچی ندیدم. حضرت نوح 1050 سال به قول عبدالله ابن عباس 1050 سال عمر دید. وقتی پرسیدنش که حضرت چی دیدی؟ 40 عمر. گفت گذشت چون برق، چون خواب و خیاله. به خاطر نیست جز رنج و ملاله. همین دم دانم و این سختی جان، به فضل حق شود این مشکل آسان. گفت بچه هم 1050 سال در همین غیر درد غیر غم هیچی ندیدم. 1050. اکه گفت حاضر که عزرائیل آمده مهمان ما یکی باید که امانت بگیره، در فکری همین گفت تمام دیگه. بگو با دستم از گرفتن نیست رنگش. همین قایی که در دنیا با همین دست معامله بود ای ربی ای دنیا یگان رنگ نمونده.
به دستم از گرفتن نیست رنگش، به دندانم زی خوردن نیست رنگش. دندانام بین یگان رنگی دنیا نداره، همون چیزی بود همون خیل. این دنیا معناش همینه که اینجا مادام 1050 سال نان گرفته کار کرده یگان اثرش در دنیا نیست، یعنی معناش همینه که دنیا خودش هیچی نیست. برای هیچی ما اگر عمرمون بیهوده بگذرانیم، اگر به اهمیتی کنیم، همین را خالی از طاعت عبادت کنیم، بعد حضرت صوفی علیه میدونین چی میگه؟ میگه امر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده امر همگویی. همین امری که در روی عبادت نباشه، میگه بچم با همون امر میگویی. عمر اگر نگذرد در ری مولا، عمر هر گاو خر از او بالا. عمری که اگر با خداشناسی نداشته باشد، عمری که یک کاری درست ای نادرست که جدا کردن نتانی، میگه عمر گاو خر از عمر تو بالاتره. برای همین تقصیرات که من اندکک وقتم کم، اگه دوست داشتنی به خاطر خدا، مؤمن با مؤمن همه وقت بوده که محبت دوستوریش به خاطر خدا باشه که در یک حدیث دیگر با در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلام بیان میکنه که میگه احب الاعمال الی الله تعالی الحب لله و البغض لله، لله فی الله به معنای لله، یعنی دوست داشتنی عمل ها به سوی پروردگار دوست داشتنی به خاطر خدا هست و بدیدنی به خاطر خدا. یعنی یک چیز، یک کار، یک کس، یک عمل انسان دوست می‌داره مخصوص به خاطر خدا، با بد هم می‌بینه به خاطر خدا. اگه دوست داشتنی به خاطر خدا مثل که صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن، مثل حضرت این یک تا مثالش که بلال حبشی که همین شخصیت زنگی بودن، حبشی بودن، سیاه پوست بودن، که همون قدر دوست داشتنی به خاطر خدا در مسلمان ها وجود داره که امروز ما تاجیکمونه که دوستش میداریم، خواه تاجیک، خواه عرب، خواه تمام مسلمانی که در کره زمین وجود داره همه بلال حبشی را دوست میداره. حالا که حضرت بلال نه تاجیک هم میدونست، نه تاجیکستان و نه مورا و نه میلاد مونه، نه لفظ مونه، یکی دوستش میداریم. به خاطر چی دوست داشتنی؟ به خاطر خدا هست. یک مراتب میگه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را یکی از صحابه میگه همراهش یک کمتری صحبت کردن، گپ زدن، بعد در دوام صحبتش میگه حضرت بلال یابن سودا گفت. یابن سودا به معنای میشود که ای پسر سیاه، یا که کسی که مادری تو سیاه هست، سیاه پوست هست. یابن سودا بلند شد. این گفته که حضرت ابوذر غفاری بود، یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم. یابن سودا، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خبر دادن که ابوذر غفاری همین سلمان یابن سودا گفت، یه پسر سیاه گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یا ابوذر گفت انک رجل فیک خصلة جاهلیه. یا ابوذر گفت تو کسی هستی که در وجود تو حالی هم خصلت جاهلیت وجود داره. تو مردی هستی که در وجود تو خصلت های جاهلیت حالی هم وجود داره، که تو برادر مسلمان تا یابن سودا بودی، یه پسر سیاه بود. بعدا حضرت ابوذر غفاری به پیش بلال حبشی آمد و بینه که در بین صحابه ها اگه کارهایی را که صحابه ها کردن، کارهایی را که در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم که عصر نور بود، دیلاشون نورانه بود، اسلامشون حقیقی بود، در بین صحابه ها حضرت بلال منع کرده. گفت ای بلال، گفت اگر گفت تو من در همه جایی با پشت خواب میکنم، تو پوت در روی من مونده نگذاری، من ترای جزت نمیتونم. ببین از همه در کمی انسان جای با قدر، جای مثلا که تفاخرش حسنش همه روح هست،
لیکن امیر همین قدر فیدو کرد در یک زنگی در یک حبشی که گفت تو توپو تا در روی من مونده نگذاری نمیمونم که تو بگذاری. گفت با چی خاطر؟ به خاطر که یک بار مطرح ابن سودا افتاد پیشش یه حضرت بلال حبشی از زمین برداشت شد در آغوش گرفته گفت بخشنده خداوند است ما برادر هستیم. گوه همیشه که در بین برادر یک نفهمی میشه اما خواهم نخواهم برادرم با خوب میشن. یعنی که کمی محبتی در اسلام ببین برادریه که حتی که فرق نداره که این برادر مسلمان ما حبشی، روسی، نمیسی، انگلیسی، مثلا تاجیک، ازبک، قزاق فرقی نداره. هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او برادر ما و شما از هر کجا که باشه از هر منطقه هم که باشه. یعنی یگونه چیزی که گفتی همون پیشتر اینترنشنالیزم میگفتن یگونه از همه در بهترین و خوبترین در هم اسلام هست. در دیگر جو اگر باشم به نام است اینه که در اسلام حقیقیش است. اکه برادریه که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت بهترین عمل همین دوست داشتن یکدیگر و خاطر بهترین عمل هست. دیگر گفت که کاملترین مؤمن از روی ایمانداری کسی هست که دوست داشتنش و خاطر خدا باشه. اگه دوست داشتن در همه حالت هست، نه فقط در یک حالتی که انسان مثلا دوست داشتنی به خاطر خدا وقتی که نباشه دوست داشتن موقتیه. یعنی یک کس اگر یک منصب کلام بگیره اگر هم خیش تبورش زیاد میشه از هر طرف که از هی کجا میوین ولی بعضی همی آدمایی که در حج خیش تبورشون هسته بعد از اینجا میگن که فلانی خیش ما فلانی او را اگر خیش تبوری شبه که با همون بابی و کندش کیم یکم پیوندی قریب ندارم. بعد ما هم شوخی میکنیم میگیم که او را این قدر میکوی که خیش میگیره میچسبونی او برادری خود در برد همسویه قهریه در نزدیکی خودش قهریه با خیش نزدیکی شو اما خیش دور کفته و چسبانده و چند هزار کیلومتر مثلا حرکت کرده. دوستی وقتی که به خاطر خدا باشد در همه حال یک رنگ است. مثلا در حالتی که انسان اگر که به خاطر شرف دنیا داشته باشد دوستش زیاد میشه اما اون حالتی که از شرف دنیا شما از وظیفه و منصب شما ثروت شما دیگر با پراکنده میشن. این دوستی چی است که فقط به خاطر دنیا است که نه بقا داره نه پایداری داره نه ثواب داره. حالا که دل خواه یک مسلمان احترام و حرمت عزتش همینقدر بالای هست که در یک حدیث حضرت عبدالله ابن عمرو بن عاص رضی الله عنه صحابه پیامبر میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یطوف بالکعبه. در مسجد الحرام میگه همین حضرت عبدالله ابن عمرو بن عاص که طواف میکردم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدم رسول خدا گرد خانه کعبه طواف میکرد یطوف بالکعبه. در دوام طوافش بعد به طرف خانه کعبه گشت پیامبر میگه بعد گفت و یقول ما اطیب ریحک ما اعظم حرمتک. خانه کعبه قطعی پیامبر صلی الله علیه و طواف کرده میگه من از قفوی پیامبرم پیامبر به خانه کعبه گپ داده است ما اطیب ریحک ما اطیب و اطیب ریحک چی خوشبو هستی و چی خداوند تو خوشبو گردانده است. خودی همین خانه کعبه و اطراف مکه یا نمود یک بویه که یک خوشبویی داره. گاه همیشه هم یک تسبیح یا یک جوینماز یک اگر همون بو بکشه همون بوی همون باید میزنه که همین بو از همون طرفه. بعد با گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اعظم و اعظم حرمتک چی بزرگ تر خدا گردانده است. ما اعظم بزرگ هستی و بزرگ گردانیده است تر پروردگار. خانه کعبه همین خیلی واسه کرد. بعد در دوام پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرد که والذی نفس محمد بیده لحرمت مؤمن اعظم حرمتا منک. پیامبر گفت که قسم به ذاتی که جان محمد در ید قدرتی است حرمت یک مؤمن از حرمت تو بالاتر است. یعنی همین یک انسان دوست داشتن احترام کردن یک مؤمن احترامش از احترام خانه کعبه بالا است.
شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی یکی از شخصیت های بزرگ اسلام است که در یک صحبتش 20,000 نصرانی را مسلمان کرده که حضرت یک طریقه بو مخصوصی هست قادری خدا رحمتش کنه بسیار شخصیت بزرگ او در سخنوش میگه که اگر یک نفر خانه کعبه را 14 مراتب چپه کنه و ویران کنه گناهی سبکتر است از گناه نفری که دل یک مسلمان آزار بده. یعنی یک نفر دل یک مسلمان آزار بده و خفه کنه یا ظلم کنه یا حقش بخوره یا خفه و زیقش کنه گناهی همه از گناهی بوده گنده تر است. یعنی که دل مؤمن آزار دادن از خانه کعبه را چپه کردن در گناهش وزمین تر است. یعنی کسی 14 مراتب خانه کعبه را چپه گردان کنه کسی دل یک مؤمن آزار بده. همه دل مؤمن آزار دادن گناهش از او بالاتر است که آزار مؤمن حرام است.